дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дар он дунёи нависандаи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори 27. حضرت نریمان از جای نشستش رو به قفا تافته اظهار همدردی نمود. جنابان محترم، ترماس خوشرو حیف شد یا؟ نه نگویید حیف شد. برعکس خوب شد حضرت. از تعمیر سری کفیده ترماس نو خریدن کم تشویشتر است حضرت. این گپ هم معقول جناب. نه نگویید جناب، معقول. اسرافیل گفتگوی ما را شنیده تبسم کرد. چهرهش یله شد و ترمس پچق را از سمکه من برآورده به کنار راه رانید. افسوس سر حوصله نیستم. می شدی چی می کردی؟ پرسید اسرافیل. ترمس پچق را از مکه مکرمه برده در یگان گوشه به نمایش می ماندم. بگذار چون مجسمه برادری حاجیان می ایستاد که به همدیگر اینقدر با جوش و خروش کینه و عداوت ظاهر می کنند. ماندن که تو در مکه مکرمه لوحه گذاری کنی؟ اینجا قشلاق تقاعیت نیست. نمانند به مسجد جامعه دوشنبه برده می ماندم. اسرافیل کتف جنبانیده چیزی نگفت. برابر رسیدن به مکه مکرمه یعنی طواف وداعی خانه خدا شتابیدیم. قسم اساسی حج با همین به انجام رسید. همه یکدیگر را با عنوان بلندی حاجی تبریک می کردند. حج مبارک، نامی بلند مبارک. موی سفیدان حتی به آغوش همدیگر افتاده یک دو قطرگی اشک شادی و شکرانه ریختند. موافق برنامه اکنون به شهر مبارک طایف رفته مسجد و موضعهای مقدس آنجا را می بینیم. سپس به مدینه منوره سفر کرده مقبره پیغمبر آخر زمان و جایهای مقدس آن را زیارت می کنیم. به این هم حالا ما حاجی کامل شده ایم، ولی بعد زیارت های فرداینه به ضمن آن که از گناه های سابق پاک شده ایم باز صاحب ثوابی اضافی خواهیم گردید. همسفران در کعبه از آب زمزم تا جان داشتند نوشیدند و نوشیدند و نوشیدند. یکی از قاری های پیر را که از آب شفا شکمش دم کرده بود یارای جنبیدن نداشت از بغل برداشته به منزل رسانیدیم. رسته و بازار را دور زده در یک جای کباب عجایبی را دیدم. تخمین یک پود گوشت لحم را به سیخ کلان زیج کرده گذرانیده در نزدیکی آتشدانی درازرویه راست مانده بودند. بچکه چوبینی دو پوتی را به خاطر می رسانید. کباب پس برای هر یک خریدار موافق پولش از طرف آتش خورده گوشت بریده در ترازو بر می کشید و به مغز نان مانده می داد و طرف نو بریده گوشت را به آتشدان می گردانید. سیر خود را دوام داده به کناره غربی شهر برآمدم. به خیالم از این پیش نگفته بودم که مرکزی مکه مکرمه در پسخمی حوض مانند واقع گردیده است و کعبة الله در میانه همین حوض بوده. از گردی آن کوچه و تنگ کوچه های بسیار به هر طرف خزیده می برایند.
کمینه از بلندی به پایان به کعبه نگاه کرده به ناگاه اسرار سنگ معلق را فهمیدم. از آمدنمان این جانب در هر طواف به حجر الاسود و خود خانه 4 کنجه کعبه با دقت می نگریستم، ولی چیزی نمی دیدم که از معلق ایستادن یگان عضو آن شهادت دهد. کعبه بنای 4 کنجه سنگین بوده، هر یکی از طرفهای برابرش تقریبا 6 متر و بلندیش 7 متر می آمد. بر بالای این بنای مکعب شکل از متای سیاه ابریشمی چادری پرتافته بودند که از لبی بام قریب تا به ته کرسیش می رسید و به جز در کعبه که 2 سرباز در آستانه آن ایستاده خواهشمندان آغوش کردن سنگ مقدس را با دره می کوفتند، دیگر همه جای آن را می پوشید. این چادر را کسوه می نامیدند و هر سال در عرفه عید قربان نو می کردند. کسوه کهنه رنگ پریده را به ثواب طلبان تقسیم کرده می دادند که هر پارچه تومار بابش به نرخ 1-2 سر گوسفند پران می رفته است. 1.5 متر پایانتر از لبی بام تخمین به پهنایی 1 گز گرداگرد جامعه سیاهی کعبه را به شکل لینت از آیت‌های پر کرده بودند که با زرحل و خط شکسته عربی زیچ نوشته شده بود. حالا در هوای گرم پیشینی در زیر شعاع آفتاب درخشان انا همین لینتای زرحلکاری 1 گزی با نور آفتاب به هم آمیخته بود و از این مسافه اگر چشمانتان را نیمپوش کرده نگرید به نظر چنان می رسید که گویا همین جای چادر سیاه فضای خالی است و بام کعبه گویا معلق ایستاده است. خوش، اگر با چشم یلنه نگرید یا با سبز عینک نگاه کنید یا از نزدیکتر رفته ببینید یا پیش از طلوع آفتاب یا بعد از غروب آن نگرید، هیهات، در این صورت از معاینه معجزه مبارک محروم میمانید. در خانه همسفران مشغولی صحبت می نشستند. اکنون همه در یک خانه‌چه استقامت می کردیم. موسفیدان از خانه الهیده بدبوی آشیانه یکم هنوز پگاهی عرفه دست کشیده چیز و چاره خود را به بالا کشانده بودند. قاری های کهنسال از حضرت نریمان التماس می کردند که ربایی در خیمه عرفات خوانده اش را بار دیگر تکرار کنند. حضرت ناز کنان نرخ خود را بالا می برداشتند. چون تکلیفی کهنسالان را قاریه طرفداری نمودند، حضرت ملایم شده سطرهای زیرین را خواندند: جهان جام و فلک ساقی اجل می، خلایق باده نوشی مجلسی وی. خلاصی نیست در دنیا کسی را از این جام و از این ساقی از این می. به خواجه اصیل آفرین ها گفتند. مدت با تأثیر شعر خاموش مانده به اندیشه رفتند. در این اثنا مخصومی میج دهان در آمد و در کفشکنی خانه ایستاده بلند آروغ داد. در دست او نیم تا تربوز بود. از افتکار نیمه دیگرش را طاقت نکرده در جای خریده اش خورده است. مخصوم تربوز را در بالای جیوان گذاشته، رویش را با میانبند خود پوشانید، بعد به پایگاه خانه گذاشته و جابجا کنی چیزهای خریده اش مشغول شد. این را دیده دیگران نیز الهام گرفتند و به جابجا کنی اشیاهای خود در آمدند. این کار هر روز از طرف هر یک حاجی کمش 3-4 بار تکرار می شد، زیرا
به قدر طول کشیدن سفر مبارک مقدار سوغاتی آنها می افزود. اکثری همسفران که با دوتایی چمدان آمده بودند از مکه مکرمه نیز یک دوتایی چمدان‌های نو خریدند. کار بنده امروز برار کرد. برای خود جایگاه علاهیده ساختم که امکانیت می‌دهد از عاقبت تلاش هر شبه همسفران در بالای جای خواب امین باشم. پیشتاق وسیع تیریزه را که به تنگکوچه یله می شود حاجیان با چمدان و خلطه و سمکه های خود بند کرده بودند. من ظرف های روی میزی در کفشکنی خانه ایستاده را بر بالای جیوان چیدم، چمدان های در پیشتاق تیریزه بوده را بر روی میز کشانیدم. اکنون در یک طرف پیشتاق فقط پول صندوق آهنین سید عبدالله مان که آن را به جای کشانیدن محال بود. با وجود این به پیشتاق رو بالا دراز کشیده پایها را به بالای پول صندوق گذارم. جایگاهی نه چندان براحت اما نسبتاً تنگ‌تر پیدا می شود. چی لاج؟ در کسلخانه ها بیماران پایشان گچ بسته در این حالت هفته های دراز می خوابند. لیکن در جایگاه نوی من به شرط خوابیدن ممکن بود که در خواب هم فوق‌العاده هوشیار باشید. چارچوبه های بی آینه تیریزه گویا از زمان خلیفه هارون الرشید باقی مانده باشند، چنان کهنه و فرسوده بودند که اندک شمال وزد یا ملا اوراقکه یا خود حضرت نریمان در روی خانه وزنین تر قدم پرتایند و هزار مقام شرقاس و شقیراس می زدند. اگر هنگام خواب به طرف چپ سهل بغیلم همراه چارچوبه تا به فرش تنگ کوچه به هیچ ممانعت پرواز خواهم کرد. به هر حال از کاردانه خود خرسندم. در خانه ای که ما بین استقامت بابش بیشتر از 15 مربع متر نیست و در آن باید 18 نفر حاجی خوشقد و بس جای بگیرد، گوشه علاهیده داشتن غایتی نیکبختی است. جایگاه بنده باز یک افضلیت دارد که باید مخصوص قید کرده شود. همین خانه ای تن بجز ما 18 نفر حاجیان از صبح صادق تا یک دو پاس شب 50-60 نفر مهمانان ما را با نوبت گنجایش می دهد که یک دو تایی یا گروه آمده مدعای تعبشان صحبت کرده می شینند. اکثر مهمانان مهاجران سابق هستند که گویا از سرگذشت های خود نقل می کنند یا چگونه در اتحاد شوروی فقط با کرم شوربا زندگانی کردن ما را پرسیده فهمیدنی می شوند. موافق قانونهای نانوشته آداب ما باید عزت مهمان را بجا آورده و از پیش اون نجنبیده گوش به دهان و چشم به اندام او دوخته نشینیم تا که خاطری طاهرش آزار نیابد. جایگاه نوم امکان می دهد که روز اقلاً چند دقیقگی از دوره مهمانان برآمده پایهای خود را از شکنجه رسم و آیین دم دهم. قاریاکه می گوید که اولاد سید زینالدین کوشک با نصف مهاجران در بالای بیناهای وقف قماربازی کرده ناگپ شده است. خوش میگویم به خودم اگر کوشک با همدیاران و خیش و تبار خود اهلانه میزیست، شماره زیارتگران ما به چندین کس میرسید و از همان 3-4 ساعتی که حالا برای استراحتمان باقی میماند باز چی قدرش صرف مصاحبه های مراق‌انگیز می گردید. از این خلاصه می براید که نزاع و نفاق هم گاه ها سودمند می شده است.
آشنای حولاگرم قلداش خواجه آمده در حال به قصه گویی در آمد. بعد قلاق شدن گریخته در قرقی چند سال با حولاپزی روز گذرانیدنش، پس سال 1934 چگونه از SSSR فرار کردنش، چطور با لباس ژنده در صورت هیزمکش قشاق به شهر مزار شریف رسیدنش را به من نقل کرد. یک اندک طلا بود ملا، حکایت میکرد او. تا دمی که در خاک مملکت بودم قسم قسم بنیفه شلوار در میانه کرته تک باب کرده دخته بودم. همتونی؟ انسانی که از سرحد گذشتن لازم شد به دلم گفتم احتیاط شو قلداش خواجه، میه را نغزکک کار فرما که اگر از بدنت طلا یابند کارت چتاق. همتونی؟ آدمی دل پرمی شدگی از سرحد می گذراندگی هم یافت شد. انسانی از کنج کاروان سرای یک پارینی جده را یافته کافته کفانده طلا را به مغزش جای کردم. خیر این همه قصه های کهنه. همتونی؟ هی چه خوش که شما آمدید ملا. کمینه بسیار خرسند، بسیار سرفراز. شما را دیده برادرم را دیدگی برین شدم. همتونی؟ حلواگر وقتی رفتنش قاری اکه تیمور جان قاری و مرا به خانهش تکلیف کرد. انشاءالله پگاه می رویم گفتند قاری اکه. قلداش خواجه تکلیف می کردند و چرا ما نرویم بوده است؟ چی گفتید ملا قربان؟ البته می رویم. در پیشتاق تریزه نشسته به مردم تنگ کوچه نظاره می کنم. نصف شب شده باشد هم. دکانهای بقالی هنوز یلا. 2 نفر از همسفران ما در سر کوچه راست ایستاده با شوق بینی می کاوند و راهگذران را تماشا می کنند. از روزی که از خرطوم برآمدیم به بینیکاوی آنها دیگر کسی کار ندارد. در اینجا همه بینی می کاوند، در کوچه و بازار پیژام پوشیده می گردند. حتی پیژام در تن و اداره حج، اداره پالیس درآبرا می کنند. در سر راهی کلان در پیش نظر این مردم بسیار دکک نشسته طهارت کردن جایز است. چنانه که می گویند اینش گربه. ملا اوراقه که در مزدلفه پناهگاهی درستر نیافته با تگ کوزوی اتومبیل عراق در آمده طهارت کرده بود. در اطراف زن و کودکان هم کم نبودند. می دیدند و می خندیدند. شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدیف شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرالی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتار 27